خدایی این کار خیلی خفن نیست. سلام، به کارگاه من خوش اومدین. بچه ها من استاد یزدخواستی صدا میزنن. شاید چون اینجا من چیزایی درست میکنم با ضایعات آهن که توی ایران که نه بلکه توی کل دنیا زیاد رقیب نداره. مثلا شما این دوربین رو ببینین با این جزئیات و با این گیربکس. مثلا این کامیون تریلیا رو ببینید که تمام جزئیات روشون اجرا شدن. به جرئت میتونم بگم ما میتونیم از دل ضایعات دور ریختنی آهن اثر هنری خلق کنیم. مثلا این موتور هارلی دیویدسون رو ببینید که با تمام جزئیات از دل همون ضایعات آهن ساخته شده. حتی کمک فنر هم داره.